به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله. لسعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنیء والمسکن الواسع. از سعادت یا خود خوشبختی انسان سه چیز است. یکی اینکه همسایه خوب داشته باشی. دوم مرکب یا خود در زمان حاضره ماشین خوب داشته باشی. سوم مسکن وسیع، خانه وسیع داشته باشی. در دیگر حدیث با همین متن ولی از چهارمینش را هم ذکر میکنند و میگویند همسر صالح داشته باشی یا خود زنی صالحه داشته باشی. و برعکس این از علامت‌های بدبختی 4 تا است. یکمش همسری بد داشتن، دومش همسایه‌ای بد داشتن، سومش مرکبی بد داشتن و چهارمش خانه تنگ داشتن، که انسانی که در خانه خیلی خیلی تنگ زندگی میکند عموما اگر صاحب فرزند و عائله بزرگ باشد در آنجا مشکلی ها هم زیاد است و در آنجا درست زندگی کرده نمیتواند، برعکس نفرانی که خانه های وسیع دارند. و به هر حال هم که باشد آدمیزاد میخواهد صاحب خانه وسیع یا خود صاحب خانه خوشرو همیشه باشد و در اجاره و در خانه های دیگر و در همزیستی با نفران دیگر زندگی نکند. و امروزه شرایطی که الان داریم اکثریت در مهاجرت هستند و خیلی زیاد میخواهند صاحب خانه در همان مملکت هجرت باشند. علل خصوص بعضی از مکانهای هم هست یا خود بعضی از مملکت‌های هم وجود دارد که اگر صاحب خانه گشتید یک باره برای شما حقوق اقامت را می‌دهند و به یگان مشکلی در آنجا می‌توانید زندگی کنید و حجت‌های بود و باشت شما رابطگی دارد و جای زیست شما. نفرانی که صاحب خانه شخصی دارند به مشکل زندگی می‌کنند، به دراز مدت کردن ویزا و دعوتنامه و استقامتگاه و چیز دیگر. برای همین که الان جای زیست و مکان زیست هم به حجت رابطگی دارد و هم به حالتهای اقتصادی اکثریت کوشش میکنند که صاحب خانه و در گردند. ولی از اینکه الان خیلی نمودهای زیادی تجارت در همه جا وجود دارد و تقریبا بانک ها در همه جا قدم های خود را گذاشتند، اکثریت به راه های غیر مشروع یا خود نادرستی خرید خانه قدم می نهند. آره صاحب خانه می شوند، ولی اگر از نزدیک ببینیم صاحب خانه شدن آنها از راه غیر مشروع یا به گفته شرعی از راه حرام است. برای اون که اکثریت نمودی فروش خانه ها یا شرط های را درست که در آنجا اگر یگان عیب از مشتری دیده شود نرخ خانه بالا می آید یا اینکه در آنجا دستی بانک وجود دارد. انا برای همین امروز کوشش کردیم همراه شما عزیزان درباره راه‌های درست خرید خانه صحبت کنیم تا اینکه هر نفری که می خواهد خانه خرد هم از راه درست خرد، یعنی از راه حلال و شرعی، و هم از راه‌های آسان دیگری که در رفت برنامه به شمایان بیان خواهیم کرد. از همه پیش وقتی درباره خودی خانه صحبت میکنیم الان خیلی از مسئله های وسیع و تقریبا در دهان هر یک عائله دومی مقام روسیه استقامت کننده روسیه وجود دارد این ایپوتک می باشد. اکثریت میگویند ما برای ایپوتک خانه خریدیم یا ما با ایپوتک خانه خریدنی هستیم، آیا در شریعت جایز است یا نه، و خیلی افراد زیادی دیگری هم هستند که میگویند ما با فضیلت ایپوتک یا کمک ایپوتک صاحب خانه و در شدیم. بیایید ببینیم که
در شریعت آیا ایپوتک جایز است یا نه و عموما مفهوم ایپوتک چه است. و نفرانی که اکثریت میگویند از ایپوتک بیخبر هستیم، البته که وقتی به اینترنت داخل میشوید الکی کاملا درباره ایپوتک معلومات میبراید. ایپوتک همان قرضهای کردیتی یا خود قرضهای ریبوی هستند که بانک به یک نفر میدهد و به جای گرو گرفتن خانه او را به گرو میگیرد و در اکثریت احوال برای ایپوتک گرفتن نفران اقدام میکنند که میخواهند خانه خرند و بانک برای خرید خانه و یا خرید باغ و یا عقار دیگر به آن مشتری پول میدهد و آن پول البته که بی پرسنت یا بی فایز نیست، آن پول ریبوی با فایز است و میگوید در صورت این قرض ها را به من برنگردانیدند آن خانه که با این پول خریده ایستاده ای از آن من می شود یا بجز این دیگر خانه را همچون گرو به دستی بانک می دهند. اگر در اینجا به اکثریت عائله های تاجیک نگاه کنیم، اکثریت میگویند ما با ایپوتک خانه خریدیم اما آن را حکومت پرداخت میکند. معنایش این است که به هر عائله‌ای که از 3 تا زیاد کودک دارند، حتی در بعضی حالتها از 2 تا زیاد کودک دارند، حکومت کمک پولی را جدا کرده است و میگوید این کمک پولی را ما زمان به دست شما میدهیم که شما از بانک برای خرید خانه قرض گیرید که انا همین رو الکی ایپوتک میگویند. شما از بانک قرض گیرید و قرضی که شما از بانک برای خرید خانه گرفتید ما آن را پرداخت میکنیم. گویا که حکومت کفیل شده ایستاده است که برای آن قرضایی که تو از بانک برای خانه خریدن گرفتی من کفیل هستم، من آن قرض را پرداخت میکنم، اما شرط دارم آن قرض را فقط برای خرید خانه و یا باغ و یا یگان ریمونت یا تعمیر خانه میگیری. انا در این حالت اکثریت عائله ها تکیه به همان کمک حکومت کرده با ایپوتک یا برای ایپوتک گفتیم قرض ریبوی میگیرند و خودشون پرداخت نمیکنند و حکومت روسیه آن قرض ها رو پرداخت میکند و کاملا این انسان را از آن قرض ها خلاص میکند. اما این رو باید بدانیم که آن قرضی که حکومت در پرداخت کردن ایپوتک برای یک عائله تاجیک میدهد آن قرض محدود است. مثلا در بعضی عائله ها تا 1 میلیون روبل، در بعضیش تا 700 و چند هزار، در بعضیش حتی از 1 میلیون زیادتر به عدد افراد عائله نگاه کرده. و اینجا وقتی در همین مسئله با بعضی از استادان مشورت کردیم که از صدای استادها هم در ما هست، بعضی از علما میگویند این هیچ باکی ندارد، برای اون که علمایی که به این تکیه میکنن میگویند اینجا حکومت تمام قرضهای ریبوی را پرداخت کرده ایستاده است و یک عائله تاجیک و یا یک عائله مسلمان پولی که از بانک برای ایپوتک گرفته ایستاده است و پول را میگیرد، پرسنتش پرداختش بالای حکومت است و این یک هدیه حکومت است که بین حکومت و بانک شاید یگان معامله داشته باشد و در اینجا حلالشان بود، هیچ گناهکار نمیشوند، میتوانند با این ایپوتک صاحب خانه شوند. اما ایده از علما علل خصوص علمای حجاز یا عربستان سعودی وقتی در این باره پرسیده بودیم، علل خصوص از لجنه فتوای عربستان سعودی گفتن هیچ چیز گفتن نمیتوانیم، نه حرام است میگویم نه حلال است میگویم. برای همین اگر به خود معامله نگاه کنیم، اینجا وقتی ایپوتک گویان قرض میگیرن، همون قرض باید حدود کمک مالی که روسیه جدا میکند از اون بالا نباشد. مثلا برای شما حکومت روسیه 1 میلیون پول جدا کرد که شما اگر ایپوتک گرفتید یا از بانک قرض گرفتید و خانه خریدید، همین 1 میلیون همش را من پرداخت میکنم. در اینجا فقط حدود 1 میلیون میگیرید، از اون زیاد نه. برای اون که اگر از آن زیادتر گرفتید، حکومت 1 میلیون را پرداخت میکند، دوامش را باید خودتان پرداخت کنید که الکی این قرض ریبوی یا همون پرسنت می باشد. ولیکن اگر حدود
ایپوتیک یا خود کمک پولی روسیه رو فقط به نظر گرفته قرض گرفتید، در این وقت در نزد اکثر علمای معاصر این معامله حلال است. این طریق خانه خریدن حلال است، برای آنکه اگرچه من قرض ایپوتیکی یا ریبوی گویان قرض گرفت هم عموما به وی قرض رابطه ندارد، حکومت همه آن رو پرداخت میکند و این یک کمک پولی از طرف حکومت به یک عائله مسلمان می شود. اما خیلی که گفتیم بعضی از عائله های هستند که میگویند 1 میلیون کمک پولی روسیه باز 500,000 دیگر زیادتر است و یعنی خانه حدود 1.5 میلیون است و 1 میلیونش رو خود حکومت پرداخت میکند همچون کمک پولی، 500ش رو ما باید خودمان پرداخت کنیم که الکی شما در همین 500 زیادی از کمک که گرفتید یا خود به این اقدام کردید الکی قرض ریبوی می باشد. پس در مسئله ایپوتیک یعنی خرید خانه با قرض های ریبوی از بانک که در آنجا حکومت کمک میکند، حتما برای به معامله کاملا حرام یا نامشروع ریبا داخل نشدن، به پرسنت خوردن داخل نشدن، اینجا رعایت کنیم که ایپوتیک که ما از حکومت میگیریم نباید از حدودی که دولت همچون کمک پولی جدا کرد از آن بالا براید. اگر از آن بالاتر شد و یک قسمش رو دولت داد بقیهش رو خودمون دادیم، این کاملا 100% همان ریبایی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسئله ریبا یک چند نفر را لعنت کردگی هستند، از جمله دهنده ریبا، خورنده ریبا و هر کسی که برای ریبا یا پرسنت دیگری را کمک میکند، راهنمایی میکند و این چنین هر نفری که در نوشتن ریبا کمک میکند. برای همین اینجا حتما اگر به قول بعضی از علما، علل خصوص علمای ازهر، در این مسئله به یگان شبهه یک چند نفرشان را پرسیده باشم، حتما به شبهه جواب دادن که اینجا حکومت کمک کرده ایستاده است و باکی ندارد که فقط با همون کمک پولی حکومت نگاه کرده قرض گیرند. فقط اینجا خیلی که گفتیم این نکته رو هم بدانید که از کمک حکومت جدا کرده زیاد گرفتیم جایز نیست و اگر فقط حدود کمک روسیه یا حکومت باشد که اساسا برای کودک و یا عائله سه فرزند ها جدا می شود، در نزد اکثر علمای معاصر جایز است، برای آنکه اینجا حکومت دست دارد و حکومت همه آنها را پرداخت میکند و بجز ایپوتیک نفرانی که برای آنها حکومت کمک پولی جدا کردگی نیست و یا اینکه از شهروندان روسیه نیستند و یا عموما در هر گوشه و کنار دنیا باشند، نفران زیادی هم هستند که میگویند میخواهم با کردیت خانه خرم و خیلی که پیشتر گفتیم عجب زمانی هست بسیاری از معامله های حرام را با نام های دیگرگون میگویند تا اینکه مردم یکی فکر کند که این چیز همان نیست. نمیگویند با قرض پرسنتی میخواهم خانه خرم، میگویند میخواهم با کردیت خانه خرم، گویا که کردیت از قرض پرسنتی بانکی فرق میکند. همون کردیت همون قرض با پرسنت است که هرگز بجز بانک های اسلامی بقیه بانک ها به کسی قرض حسنه نمیدهد که به پرسنت به تو قرض میدهم به عوضش به من گرو ده بعداً به من برمیگردانی. هر بانکی که غیر اسلامی باشد اون با کردیت قرض میدهد و بعضی ها کردیت گویان قرض میگیرن، قرض پرسنتی، بعد خانه میخرن. اما تمام نمود کردیت با تمام معامله هایش خواه در کشورهای مسلمان باشد، غیر مسلمان باشد، حکومتی کافر باشد، به گفتی بعضی ها که میگن نه با آنها حلال است، تماما ریبا در شریعت حرام است و چگونه که میدانیم الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. ای آنهایی که ایمان آوردید از الله بترسید و دیگر تمام نمودهای ریبا رو پرسنت خوردن و دادن و گرفتن رو بس کنید اگر شما مؤمن باشید. اگر بس نکردید پس برخیزید، آماده شوید به جنگ کردن به الله و به پیامبرش که الله عزیز و ذوانتقام است، هرگز بالای الله کسی غالب آمده نمیتواند. پس اگر در مسئله قرض های کردیتی صحبت کنیم، کاملا با کردیت
خانه خریدن، یعنی از بانک برای پرسنت قرض گرفتن و خانه خریدن جایز نیست. اما درباره مسئله ایپوتک اگر اینجا کمک پولی حکومت در میان باشد، اینجا انشاءالله که جایز است و بسیاری از عائله های تاجیک ما با این سبب صاحب خانه شده ایستادن. آن هم به سبب کمک پولی که حکومت برای آنها جدا کرد، اما به شرط آنکه شما از بانک برای خرید خانه قرض میگیرید و ما آن را پرداخت میکنیم. سپس میگذاریم به یک نمود دیگری خانه خریدن که این تقسیط است، خرید و فروش تقسیطی. خرید و فروش تقسیطی درباره‌اش پیشتر هم گفته بودیم. نمودش این است که خانه را میخرید اما پولش را کم کم در حدود 10 سال، 5 سال، 20 سال میدهید. گاهی میشود که نفرانی که علل خصوص در کشورهای مسلمان با تقسیط خانه میخرند، چنان میشود که هنوز خانه ساخته نشده، یعنی یک لایحه یا خود یک پروژه کلان خانه را میبینند و در آنجا رکلامه آن هم نوشته شده است که الان الکی میتوانید به همین خانه کم کم مبلغ گذاری کنید و در حدود 5 سال از آن شما میشود. و این آسان ترین نمود خانه خریدن در کشورهای عرب هست و در ترکیه هم، در تاجیکستان هم الکی کم کم این نمود پروژه ها یا خود این نمود لایحه ها کشوده شده ایستاده است. و طرحش چنین است که آنها میگویند برای همین خانه را کاملا ناساخته به دستتان دادن حدود 2 سال، بعضی ها میگویند از همه زیادش 3 سال، بعضی ها حتی 5 سال میگذرد تا این شما هر ماه کم کم مبلغ میدهید و در حدود 3 سال که شما مبلغ را کاملا به ما میدهید، کاملا خانه شما ساخته و آباد و به دست شما داده می شود. اما اگر مبادا شما در نیمه راه از گپتان گشتید، شما خسارتی بعضی از این وقتهایی که ما به خاطر شما بعضی از مشتری ها را رد کردیم خسارت پولیش را میدهید و پولهای شما بقیهش به دست شما برمیگردد. این نمود تقسیط البته اگر در آنجا شرط و شروط های ریبوی نباشد یگان مشکلی ندارد و یکی از راه های آسان خرید خانه است که اساساً در خانه های بلند آشیانه با چنین راه خانه خریده می شود. اما حتما در اینجا نگاه کرد که مبادا از فریبگر و دزد و دیگر غارتگران نباشند که پروژه های دروغین رو یا خود نقشه های دروغین رو بفروشند. و مسئله دیگر در کشورهایی که در آنجا بانک های اسلامی فعالیت میکنند، هر نفری که میخواهد خانه خرد و برای خرید خانه یک و یک بار پولش را داده نمیتواند، میرود و با بانک ها صحبت میکند. به جای اینکه از بانک کردیت گیرد یا با کردیت خانه خرد و نمودی خرید خانه کردیتی بعضی از چنین است که صاحب خانه را به دست مشتری میدهد و تمام پول را بانک پرداخت میکند، سپس مشتری اون پول را زیادتر کرده به بانک برمیگرداند و در اینجا در میان بانک همچون قرض دهنده به نفری خانه خر است. اما اگر بانک های اسلامی باشد، در اینجا مشتری همراه بانک مصلحت میکنند که شما یعنی بانک خانه را بخر و کمی گرانتر کرده باشد هم به من بفروش، من باشم اون پول را در مدت 10 سال، 5 سال، 3 سال وابسته به همون مصلحت یا اتفاق نامه‌ای که با هم کرده بودیم به تو برمیگردانم. در اینجا هم برای مشتری فایده دارد، هم برای بانک اسلامی. و چگونه که پیشتر هم گفتیم در تاجیکستان بانک های اسلامی تقریبا فعالیت نمی کنند و اگر نامشان اسلامی باشد هم وقتی به داخلش در آمدید بعضی از معامله های نامشروعش هم هست. همین گونه نمودی به بانک مانند را نفرانی که برای خرید خانه یک بار مبلغ زیاد ندارند می توانند با یگان نفری که ثروتمند است و یگان نفری که می خواهد پولش در یک جایش هست و زیادتر شود مصلحت کرده، تعهد کرده انجام دهند. و جایی مثلا اینکه روند و قرض پرسنتی گیرند یا کردیت گیرند، می توانند به یگان نفر ثروتمند که خیلی شرایط خوب دارد بگویند که شما همین خانه را بخرید و نرخ خانه اگر مثلا 1 میلیون باشد 1,300,000 به من فروشید، اما به شرط آنکه من پول آن را قسط تقسیم کرده به شما میدهم. در اینجا برای چند نفر آسان می شود. یعنی خرید و فروش تقسیطی اینکه
وقتی که پول را جدا میکنید گرانتر میشود. این در نزد جمهور علما جایز است و در این باره حدیث عمرو بن عاص است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میگویند که تو این اسکر را باید همش را مهیا کنی، عبدالله ابن عمرو ابن عاص میروند و میگویند من الان 100 تا شتر میخرم و پول 200 تا شتر را سال آینده به تو میدهم، اما الان به من 100 تا شتر ته پولش باشد، سال آینده به تو 200 تا میرسد. که پیامبر صلی الله علیه و سلم این را اقرار میکنند، یعنی پول را بعداً میدهم و اگرچه کالای تو گرانتر باشد هم به من گرانتر فروش، اما پولش را دیرتر گیر. در این باره حدیث در ابو داود است و جمهور علما به این نمود خرید و فروش اجازه میدهند. پس یکی از راه‌های آسان دیگری خانه خری این مصلحت کردن با یگان نفری ثروتمند، یا اگر بانک اسلامی باشد یا نفرانی که مثل بانک اسلامی میخواهند فعالیت کنند، با آنها البته صحبت میکنید که من خانه را از صاحبش نه از شما میخرم، شما از صاحبش خرید و پولش رو من به شما کم کم دیگر برمیگردونم. لیکن اینجا یک مسئله دیگر هم هست. بعضی از شرکت های هستند که آنجا نوشته شده است به یگان فایز ما تقسیطی یا به گفت روزها رستروچکا خانه میفروشیم و خانه اتان را شما الان به دستتان گیرید و پولش را در مدت 3 سال به ما تقسیم کرده کم کم هر ماه بدهید و وقتی خیلی خوشحال میشوید و گمان میکنید که انا الکی پولی که الان در دستم نیست، من حدود 3 سال کم کم میدهم و صاحب خانه میشوم، اما وقت نگاه میکنید در آنجا بعضی شرط و شروط های هست که کاملا ریبوی یا پرسنتی است. مثل اینکه در آنجا نوشته شده است که هر ماه در تاریخ 1 تا 5 باید حدودی مثلا $1000 یا $500 به ما پرداخته شود. اگر از تاریخ 5 گذشت به جای $500 $600 داده می شود، یعنی یک باره می افزاید. و اگر شما در تقسیط کم کردید، همانو شما در اینجا چیکار میکنید؟ پرسنت پرداخت میکنید. انا این عزیزان الکی چی است؟ الکی همون ریبایی هست که چگونه که در بالا گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح مسلم است لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه و هم سوا. در دوامش این پیامبر لعنت کردند خورنده و گیرنده و نویسنده و شاهدای ربا را که به این چقدر کس داخل می شود. برای همین اینجا وقتی گفتیم تقسیط و اگر دیدید که شرکت اسلامی نیست، عموما در اینجا نوشته شده است که با رستروچکا خانه میفروشیم، زمین میفروشیم و حتی ماشین میفروشیم، در اینجا ببینید که اگر در شرطنامه‌اش اگر دیر کردی فایز زیاد می شود، خانه گرانتر می شود. اگر در مدت 5 سال پولش را ندادی، یک باره پول خانه 10% یا 20%، 5% می افزاید. این الکی به شرط هایی که در آن ریبا است آمیخته است و جایز نیست. اما گفتیم ما می توانیم با نفرانی باوریناک یا خود با نفرانی ثروتمندی که می خواهند صاحب پول شوند در مدت 2 سال 3 سال آن هم پول زیادتر، می توانیم با آنها مصلحت کنیم. لیکن اینجا حتما باید بدانیم که هر یک معامله که در اسلام است یا عموما در اقتصادی عمومی جهانی هست، هر یک قرضی که گرفته می شود و این نمود با تقسیط خانه خریدن یا با وعده پولش رو بعداً می دهم خانه خریدن، اینها همش قرض است و قرض ها رو حتما باید ما موثق کنیم. معنای موثق این است که حتما طرف مقابل باید بداند که شما قرض رو در وقتش برمیگردونید. از کجا یک نفر خانه خریده به شما میدهد و با شما مصلحت میکند که مدت 5 سال تو پول خانه رو زیادتر به من برمیگردانی و 10%، 20% به بالایش من نرخ میمونم، خانه رو پولش رو میدهی و از کجا او باوری دارد که در حقیقت شما مدت 5 سال پول این خانه ها رو به او برمیگردونید. انا برای همین حتما در این گونه معامله ها همون آداب و
اسلوب اقتصاد شریعت رو وقتی ما رعایت کنیم هیچ یک مشکلی در میون نمی آید. اول شده چگونه که در آیت درازترین سوره بقره هست، در وقتی قرض گرفتن یا خانه رو از یک نفر گرفتن و پولش رو بعدن کم کم دادن، حتما در اونجا باید کتابه نوشته شود که مقدار پول رو یا مثلا نصفش رو الان من داده ایستادم، 50% رو الان دادم، 50% آن رو در حدود 5 سال من میدهم، اگر ندهم خانه رو از من برمیگرداند و همان 50% پول مرا به من میدهد. یعنی حتما اینجا هم نوشته شده باشد و هم رهن وجود داشته باشد، ببخشید گرو وجود داشته باشد. اگر گرو وجود نداشته باشد و اینجا اگر دو شاهد وجود نداشته باشد و این معامله هایی که کرده شد نوشته نشده باشد، این به جنگ و جنجال های بردوام می رود و هدف اساسی شریعت هم وقتی که قانون و قواعد ها رو به ما میگذارد این است که در معامله ها خطا نکنیم. برای همین الله میگوید یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. وقتی که قرض گرفتید برای یک مدت معین البته گیرید و آن رو نویسید و در دوامش واستشهدوا شهیدین من رجالکم، حتما دو مرد شهادت دهند. اگر دو مرد نباشند فرجل و امرأتان، یک مرد و دو زن شاهد باشند که انا این نفر از این نفر الان خانه رو گرفته ایستاده است و پولش رو بعداً میدهد. و در دوامش و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، اگر یگان نفری نیست که بنویسد، شاهد ندارید، در یک چت هستید یا عموما اگر چه شاهد داشته باشید هم برای خیلی موثق کردن یا باوری به یک نفر قرض دادن و ضمانت پرداخت و کلمه روسی گارانتی در دست شما وجود داشتن، حتما گرو گیرید. شما می توانید بگویید که در وقت پرداخت نکردنت عین خانه رو من برمیگردانم و پولهای داده رو گردانیده میدهم. و اینجا بعضی از خسارت هایی که در خانه شد یا مسئله دیگر شد اینجا هم به اینوبت گرفته می شود. و یا اینکه اگر تو دیر کردی من به جای گرو ماشین خودت رو یا یگان دارویی خودت رو می گیرم. و یکی از راه‌های خیلی ضمانتی قوی دیگر در پرداخت قرض ها این کفیل گرفتن می باشد. یعنی من از شما خانه رو می خرم، پولش رو مدت 5 سال یا 4 سال اگر انسانی خیلی کریم باشد تا 10 سال برمیگردانم. در صورت یک روز دیر کردن من، برادر من، دوست من، کفیل من است که این قرض ها رو از نام من می دهد. که کفیل گرفتن در پرداخت قرض ها این مسئله اتفاقی است که همه علما اجازه می دهند، چگونه که در حدیث سلمه ابن اکوع آمده است. بار جنازه ای رو به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آورند و پیامبر صلی الله علیه و سلم می پرسند که آیا قرضدار است این نفر؟ وقتی میگویند قرضدار است میگویند شما نمازش رو خوانید، من جنازش رو نمی خوانم. سپس در اینجا ابو قتاده صحابی جلیل میگویند پیامبر الله قرضهایش رو من به کفالت میگیرم، من پرداخت میکنم قرض این نفر رو، شما نمازش رو خوانید. و البته وقتی که اسلام دیگر عزیز می شود و پیامبر صاحب پول و مال می شوند، بعد از این تمام قرضداران و ففتیده رو خودشون قرضش رو پرداخت میکردند. و با همین حدیث دلیل میگیرند که کفیل گرفتن در قرض وجود دارد و یکی از ضمانت های قوی پرداخت قرض ها می باشد. و جای اون که شما مثلا کرو کفیل بیارم و یک نفر قرض میپرسید، خانه میپرسید، میگوید انا این نفر هست و البته که کفیل هم در آنجا باشد و با نوشتن رضایت دهد که من در وقت ندادن این نفر حتما قرضهایش را پرداخت میکنم. پس عزیزان ما میتوانیم ان شاء الله که با شبهه خیلی کم لیکن با اجازه اکثر علمای معاصر از راه ایپوتک خانه خریم، اما در حدود کمک حکومت. سپس از طریقه قرض‌های ریبوی که همون کردیت است، یعنی وقتی بانک پایهایش رو به داخل در آورده و شما قرض میدهد، یعنی پول خانه رو میدهد و از شما پول رو برمیگرداند، جایز نیست. اما در یک حالت اگر بانک خانه از آنی خودش باشد، بانک گوید که فروشنده من هستم، صاحب خانه در اینجا وجود ندارد و تو خانه رو از من خر، در مدتی مثلا چند وقت میتوانی پولش رو به من همش رو برگردانی یا تقسیم کرده برگردانی، جایز است.
فقط به شرط اون که بانک یگان شرط های پرسنتی نموند. مبادا دیر کردی 1% می افزاید، 5% می افزاید، چنین چیزها وجود نداشته باشد. و همچنان که بانک های اسلامی کار میکنند، بعضی از خواهر و برادرانی که شرایط خوب دارند می توانند از طریقه کمک کردن به نفران خانه‌خوار صاحب پول زیادتر شوند. یعنی هر کسی که پول دارد ولی نصف پول خانه رو دارد، به آنها میگویند که خانه رو من خریده میدهم، اما از نرخ حاضرش 20% می افزایم و پولم رو در مدت 5 سال برمیگردانی. البته با راه‌های ضمانت که خیلی که گفتیم، یا گرو گرفتن یا با شاهدها، یا پیش از همه قوی ترینش رو گویم با کفیل آوردن، می توانند هم به یک خواهر و برادر مسلمان کمک شود و هم پول آنها زیادتر شود. و این بود عزیزان درباره راه‌های خرید خانه در شرایط امروزه. اما مسئله که خیلی که گفتیم در اینجا هست، بعضی ها میگویند من با کردیت خانه خریدم و وقتی کفت و کف کردید کردیت همان پرسنت های الله حرام کرده می باشد. بعضی ها میگویند من خانه خریدم پولش رو بعداً میدهم بر اسروچکه، اما داخلش میدراید که در آنجا بعضی شرط و شروط ها هست. لیکن راه های دیگر هم هست که شاید حتی کافر باشد، مسلمان نباشد، مسیحی باشد، هم بگوید که خانه من چندین سال است که به فروش نمی رود، من با اسروچکه به شما می فروشم، پولش رو تقسیم کرده در همین مدت معین، اجل مسمى مدت معین حتما باید در اتفاق فروشنده و خریدار وجود داشته باشد. به من برمیگردانی که بیع تقسیط کردن، یعنی کالا رو گرفته پولش رو بعداً دادن، با کافر هم جایز است. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم طعام رو خریده بودن از یک یهودی و پولش رو نداده، جوشن خود را در نزد او گرو مانده بودن. این بود عزیزان درباره راه‌های درستی خرید خانه. و اگر سوال‌ها داشته باشید می توانید به ما ارسال کنید، تا حدود توانستن ان شاء الله در جواب‌های سوال شما هستیم. و اینجا شروع میکنیم به سوال ها. به من یک برادر دانشمند اسلامی گفت که ایپوتک 100% حرام است. به من حکومت روسیه 700,000 روبل روسی پیشنهاد کرد که می توانستم همگی با همراه کردن 300,000 روبل دیگر صاحب خانه 3 حجرگی شوم. به خاطر فتوای این برادر من از ایپوتک دست کشیدم، از حرام پرهیز کردم. حالا شما میگوید جایز است، به گپی کی باور کنم نمیدونم. پیش از همه درباره ایپوتک، اگر ایپوتک عموما اینجا کمک پول روسیه نباشد، شما خودتان رفتید و برای ایپوتک از حکومت قرض گرفتید، 100% حرام است، برای اینکه شما قرض ریبوی گرفتید برای خرید یک خانه. لیکن مسئله که من حلال گفته ایستادم و کمی شبهه هم دارد، اینش رو هم گفتم، برای اینکه مثلا وقتی با شیخ مدحجی یکی از عضو هیئت فتوای عربستان سعودی صحبت کردم، گفتن من نه هم نمیگویم هایم نمیگویم، من ساکتم در این مسئله. اما با یک نفر نه یک چند نفر استادهای فقه مقارن از هر وقت صحبت کردم که اینجا برای وقت ترجمه و ثبت نرفتن در برنامه نگذاشتم، گفتن یگان با که ندارد میتواند اون کمکی که حکومت به او داده است گیرد، برای اون که اول شده این کمک حکومت است، دوم شده دست او در دادن پرسنت هیچ کاری نمی کند. او همچون کردیت یا برای ایپوتک پول رو از بانک گرفت و حکومت کاملا آن رو پرداخت کرد. اینجا این نفر در پرداخت پرسنت هیچ کاری نمی کند، فقط یک امضا ماندن و گرفتن پول به دستش و صاحب خانه شدن، که این نمود کمک های دولتی علل خصوص در حکومت روسیه که عموما آنها معامله های ربوی رو در درون حکومت جایز می دونند، برای یک نفر مسلمان از آن استفاده کردن و این کمک پولی روسیه رو گرفتن، این الکه یک هدیه است. برای همین من بعد از صحبت کردن و رأی ببخشید سخنی یک چند نفر رو گرفتن، در اینجا گفته ایستادم که ان شاء الله اگر چه شبهه کمش باشد هم وقتی حکومت تمامی آن قرض شما رو به گردنش گرفت و شرط هم گذاشت که این کمک رو در شرط به تو میدهیم که به خانه خود صرف کنی، در اینجا ان شاء الله که بوکه ندارد. برای همین چیزی که گفته ایستادم ان شاء الله که بوکه ندارد. اما اینجا چیزی خیلی خوبی رو ذکر کردید که گفتید 300,000 رو خودم من پرداخت میکردم. اگر شما گفتید 300,000 دیگر رو من
از بانک زیاده به آن کمک حکومت میگیرم، در اینجا میگفتیم نه، این 300,000 به همان ربایی که الله حرام کرده است داخل میشود، لیکن 300,000 پول خودتان، اون 700,000 که روسیه برای شما جدا کرد برای ایپوتک، ان شاء الله حلال است برای فرزنداتان، برای خودتان، برای آنکه کمک حکومتی است و بانک های روسیه هم جزء از حکومت هستند و این یک معامله بین بانک و حکومت است که همش داخل می شود به یک سیستم و کمک پولی رو شما از یک طرف گرفتید، نه دزدی کردید، نه 700,000 رو گرفته 800,000 کرده برگردانیدید، نه در آن معامله پرداخت پول ها شریک هستید. پرداخت رو حکومت روسیه میکند، این هدیه که حکومت به شما داد فقط با امضا کردنی یا خود با میانه روی بانک برای شما ان شاء الله که حلال است. سوال دیگر، من برای خریدن خانه به بانک اسلامی مراجعت کردم، در بانک گفتند خانه فروشی رو تو میابی، ما اون خانه رو خریده به نرخ قیمتتر به تو نسیه میفروشیم، شما در مدت 5 سال با رعایت کورس دلار به ما پرداخت میکنی، آیا این کار درست است؟ من فکر کردم که بانک اسلامی پولی اضافگی نمیگیرد. این حاضره مسئله که گفتید، البته این نمودی حلال در اتفاق علما است. برای چی؟ برای آنکه این تجارت تقسیطی است. شما برای یک باره خانه رو خریدن پول ندارید و بانک در اینجا میگوید من خانه رو میخرم و به تو گرانتر کرده میفروشم، تو باشد بعداً به من میدهی و دلیل جایز بودن این نمود معامله همان حدیثی که در ابو داوود آمده است، چگونه که گفتیم عبدالله ابن عمرو ابن عاص هم 100 تا شتر رو خریدند و گفتند پولش رو، پولی 200 تا شتر رو سال آینده به تو میدهم و وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند، پیامبر این رو اقرار کردن. برای همین اینجا بانکی نمیتواند فقط عموما هیچ فایده نگرفته کار کند. بانک اسلامی و شما قیمت تر کرده میفروشد، اما با دلار باشد همان دلار رو رعایت میکنید، با سامان باشد همان سامان رو. اگر گفت که الان با سامان میفروشم تو با دلار برمیگردانی، اونها هم به کورس هر زمان نگاه کرده، اینجا ربا داخل میشود، برای اون که در اینجا همیشه دلار بازی کرده میستد، یکی خیلی گران یکی خیلی پایان میفروید. ولیکن به هر حال همین نمود خرید خانه که شما ذکر کردید و بانک اسلامی این نمود خرید خانه رو به شما پیشنهاد کرده است، در لجنه علما هم آمده است که این نمود فروختن خانه یا میانه رفت شدن و من خریده به تو گران میفروشم گفتن بانک های اسلامی جایز می باشد. آدمانی شکایت کردند که یک خانه ناساخته رو به چند کس میفروشند. البته در این باره هم گفتیم که در وقتی خانه های نوساز شده رو خریدن یا به بعضی از طرح‌هایی که خانه میفروشند و میگویند الان شما پرداختی خانه، پول خانه رو شروع کنید، پس از 5 سال خانه‌تان به دستتان میرسد، حتما خیلی به این چیز باید احتیاط شویم. چگونه که گفتند قلابان الان خیلی زیاد هستند، دزدان رو خیلی زیاد هستند که یک خانه‌ای که از آن خودشون نیست، یک زمینی که از آن خودشون نیست، یک طرح یا مشروعی سازش خانه‌ای که در دستشون نیست به یک چند نفر میفروشند، در آخر میبینید که نه صاحب خانه است نه خانه است. برای همین در اینجا با آدم‌های خیلی باورناک باید کار کنیم. سوال دیگر، پیشنهاد من این است که رادیو پیام یک شعبه یا برنامه مشورت اقتصادی اسلامی تشکیل کند و به سوالهای اقتصادی از نظر اسلام از علمای اسلامی معتبر جواب گرفته دهند. ان شاء الله که پیشنهادتان مقبول است و همین برنامه ترازوی عمل ما، اکثریت برنامه های ما می رود از مسئله های اقتصادی و اساساً درباره مسئله های اقتصادی صحبت می کنیم. البته که دیگر مسئله های آرایش های زمانوی، دیگر معالجه ها یا طریق درمان های زمانوی هم در این برنامه وجود دارد. فقط یک مشکلی داریم که علمایی که می خواهیم به برنامه دعوت کنیم عرب هستند، از کشورهای عرب هستند و حتما در وقت ترجمه و با آنها صحبت کردن در برنامه هنوز یک تکنیکی کامل برای ما مهیا نیست. از لحاظ دیگر علمایی که در تاجیکستان هستند یا بعضی از برادران طالب علمی که هستند یا در این نمود سایت ها اشتراک کردن برایشان هراس است یا ترس است یا چیزی دیگر است، برای همین
تا حد توان در جواب سوال ها هستیم و چطوری که پیشتر هم گفتم اگر مبادا به سوال جواب پیدا نشد کوشش میکنیم که در برنامه دیگر البته با مشورت استادان به سوال های شما جواب دهیم. سوال دیگر: من یک خانه را در روسیه برای 27 سال ایپوتека خریدگی هستم. به آن خانه کوارتیران شنانیده هر ماه پول ایپوتeka را پرداخت کرده ایستادم. آیا این کارم درست است یا نه؟ سوال کننده عزیز، وقتی پول ایپوتeka همش از خودتان هست این کارتان اصلا خرید خانهتان درست نیست. برای آنکه ایپوتeka همان قرض‌های ریبوی می باشد و چه خیلی که گفتیم فذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، بس کنید از ربا خوردن را اگر شما مؤمن باشید. این آیت پروردگار است و خود ربا حرام است. اگر شما میگفتید که من این خانه را با ایپوتeka خریدم اما پولش رو حکومت برای کمک پولی پرداخت کرد، مسئله دیگر بود که انشاءالله حلال است. اما اینکه شما کردیتی قرض گرفتید از حکومت یا از بانک و خانه خریدید و پول اون رو کوارتران ها میدهد، شما به یگان شک و شبهه لابد هر ماه پرسنت پرداخت میکنید. یعنی پول هایی که شما برای خرید خانه گرفتید 1%، 2%، 1%، 2% زیاد می شود که این همون ربا هست و نباید به این نمود تجارت دست میزنید. برای آنکه ایپوتeka هم کردیت هم اینا همش همون قرض های ربوی است، بجز ایپوتeka که کمک پولی حکومت در داخل آن هست که این از این مسئله خارج می شود. سوال دیگر: من خانه خود را اگر به نرخ گران فروشم گناهکار می شوم؟ به پول مهنت دست خودم خانه خریدم. خانه رو گرانتر فروختن یا کالا رو گرانتر فروختن اینها همش همون بیع است، تجارتی هست که و احل الله البیع و حرم الربا. الله در قرآن کریم میگوید الله تمام نمودی تجارت ها رو حلال کرد و تمام نمودی ربا خوردن و دادن رو حرام کرد. البته خانه رو ساختید و بالای همه مهنت هایتان کمی دیگر موندید که فایده گیرید، در اینجا هیچ جای گناهش نیست. فقط یک حالت است، باید همون خانه هایی که مثل خانه شما هست نرخش چگونه هست باید با اون مقایسه کنید. یعنی اگر خانه هست 100% شبیه خانه شما و اون خانه رو با $10,000 میفروشد، شما با $20,000، اینجا گناهکار میشوید، برای اون که خیلی زیاد ظلم بالای مشتری یا غبن فاحش در فقه اسلامی میگویند کرده ایستادید. اما اینکه خانه رو مهنتتون رو حق خدمتتون رو تمام دیگر استادش رو گرفتید و باز کمی دیگر بالایش موندید و به نرخ اطراف وقتی مقایسه کردید مطابقت میکند، اینجا جای گناهش نه و عموما این نمودی بیع است. و یکی از تجارت های خیلی پیشرفته در زمان حاضر هم این است که بعضی از شرکت ها خانه های کهنه رو میخرند، خیلی آرایش میدهند، زیبا میکنند، بعد گرانتر میفروشند. یا بعضی از نفران زمین میخرند، یک خانه میسازند و گرانتر از نرخ زمین و خانه به بالایش البته مقداری از حق خودشان را مونده میفروشند که این هم یک تجارتی حلال و خیلی توسعه شده یا وسیع شده و انتشار شده در زمان حاضر می باشد. سوال دیگر: من به نام مادرم یک خانه خریده بودم. وقتی مادرم فوتید خواستم اون خانه رو به نام خود کنم، اما مقامات رازیگی همه برادر و خواهرانم رو طلب کردند. هرچند فهمانیدم که این خانه از خودم است، فقط به نام مادرم کرده بودم. اکنون حالا باشد برادر خردیم میگوید که من کنجه هستم، هرچی از مادرم مانده است باید از آن من باشد. نمیدانم این مسئله رو چگونه بی جنگ و جنجال حل کنم. پیش از همه اگر خانه را خریدید و تمام خواهر و برادران به این اتفاق هستند، به چشمشان دیدند که خانه را شما با پول خودتان خریده بودید و به نام مادرتان کرده بودید، در این وقت از بقیه خواهر و برادرای خود کمک پرسید که با این برادر کنجه شما یا خرده شما صحبت کنند که اینجا از آن شما است. ولیکن اگر خودتان هم یک خانه علاهیده دارید، باز این خانه رو به مادر خریده بودید همچون هدیه و در عرف عادت ما متاسفانه ما از روی میراثی که از شریعت فرض کرده است و تقسیم کرده است از آن میراث تقسیم نمی کنیم. عرف ما هرچی که از پدر و مادر ماند صاحب کنجه است که خلاف کامل شریعت و میراث شریعت می باشد. اگر شما خانه رو خریدید و
برادر کنجه‌تان همراه مادرتان زندگی میکرد و مادرتان کمک میکرد و گویا که مادرتان مثلا وصیت کرده باشد که پس از مرگ من تو کنجه هستی، این خانه از آن تو است، در اینجا بهترش همچون هدیه و مادر فوتیده‌تان که بعد از آن به دست برادرتان میرسد بهترش از این دست کشید. اما گفتید نه، برادر کنجه خانه دیگر هم دارد و این خانه مال من است، مادرم در اینجا زندگی هم نمیکرد، یگانه نام مادرم در اینجا بود. البته از بقیه خویش و تبار میتوانید کمک پرسید و حتی با کمی از هدیه دادن با این برادر کنجه‌تان که این ریبا نمیشود، فقط برای صله رحم را قوی کردن و دل اون را گرم کردن میتوانید به او گویید که از مال شما دست کشد. سوال دیگر، یک برادر به من پیشنهاد کرد که در دبی خانه نیم ساخته خریداری کنم و بعد ساخته شدن بنا با نرخ قیمت فروخته فایده به دست آورم. من به این راضی شدم، پول ولاجت کردم، اما چی شد چی ماند، قریب 10 سال می شود دوتاز دارم، پولم را رویانیده نمیتوانم. پیش از همه خیلی که پیشتر هم گفتم، هرچند که خیلی یکی از تجارت های سرفایده هست و سود زیاد دارد، اینکه شما به یک خانه که نو ساخته شده است پول میگذارید، بعدن خانه بتون میشود میفروشید، اما مشکلی زیاد در آن است که خیلی قلابان زیاد به همین ساحه تجارت دست زده هستند. علل خصوص در دبی که نمیدونم در آنجا شاید 90% تاجران به قلابی کار کردن نمیتوانند و بنده خودم هم در آنجا در همین یکی از شرکت هایی که با ساختمان و خریداری بود، یک در بعضی مسئله ها ترجمانی داشتم که این گونه فریب ها خیلی زیاد است. در اینجا حتما باید پیگیری کنید و حتی سفر کنید به دبی و با آن برادر صحبت کنید که به کی دادی پول را و آن شرکت کی بود. شاید که این مثلا کسی که پیشنهاد کرد خودش از دروغگویان یا از قلابان باشد، ولی به هر حالی که گفتیم در شرایط امروزه با وجود داشتن اینترنت، با وجود داشتن قلابان زیاد، نفرانی که خانه ندارند و خانه میفروشند، ماشین ندارند و ماشین میفروشند، اصلا هیچ چیز ندارند و پول مردم را میگیرند و بعداً از کدام پیدا میکنند و آن را میفروشند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا تبع ما لیس عندک، هرگز چیزی که در دست خودت نیست آن را نفروش، مال کس را نفروش. این گونه فروشنده ها خیلی زیاد هستند و خیلی باید به این اهمیت داد، علل خصوص اگر خودمون در دیگر کشور و چیزی که میخریم، کالایی که میخریم در کشوری دیگر باشد. سوال دیگر، حاضر در بالا یک سوال آمدگی است، راست دیگه من اونقدر خوانده نتوانستم برای اون که همه کلمه ها تقریبا با لهجه نوشته شده است، فقط 2 قطار آخرش رو میخوانم. با کردیت اگر خانه نگیری به فکرم با معاش امکان ندارد. با این چی میگویید؟ کردیت این یک امکانیت است. اگر با جز کردیت دیگر هیچ راهی نداره، خیلی که گفتم میشود با یگان نفری که از خویش و تبار است، از یار و دوست است، عموما از یک نفری که شما رو میشناسد و یا حتی از یک چند نفر کمک پرسید که شما یک چند نفر شریک شوید، همین خانه رو خریده به من دهید و من پول این خانه رو در همین مدت چگونه که به کردیت پرداخت میکنید و اینها پرداخت میکنید. فقط نرخ خانه رو اینها مثلا اگر حدود 1 میلیون خریدن به 1,200,000 به شما میفروشند، در مدت 2 سال یا 3 سال پرداخت میکنید، یعنی گرانتر کرده و اینجا 2-3 نفر هم میتوانند به شما کمک کنند، فقط به شرط آنکه خویش و تبار داشته باشیم، 2-3 نفر شناس داشته باشیم یا یک کفیل داشته باشیم که از نام ما از یک نفر طلب کند که برای خرید خانه، یعنی یک خانه رو خریده به این نفر قرض ده، آن خانه رو گرانتر به تو برمیگرداند، ولیکن در مدت 3 سال یا 4 سال، به جای اینکه کردیتی با پرسنت حرام رو به بانک دهه، در این وقت به دست یک نفر مسلمان باز حلال برمیگرداند. اما اینکه من دیگر پول ندارم و کردیت میگیرم، در این وقت دیگر راهی نیست به جز اجاره نشستن، که اجاره نشستن هیچ باکی ندارد در زمان حاضر که در بعضی از کشورهای اروپا تقریبا کلی مردم اجاره می نشینند، برای آنکه اگر خانه خریدم گفتن کردیت وجود دارد و یک چند مسئله های حجتی حکومی وجود دارد و اکثریت میگویند به جای آنکه خانه خرم و پرداخت کمونالی کنم و کارهای دیگر، من اجاره می نشینم. لیکن به هر حال که هم باشد، چون در باره
پراتین خوردن یک چند نفر لعنت شدن و این چیز بکرات 100% در شریعت حرام شده است، هرگز نمیگوییم که امکانیت هست و این برای شما شانس است و شما کردیت گیرید. هرگز این جمله را نخواهیم گفت. از حوال دیگر، من با نام پسرم که از من جدا با مادرش زندگی میکند خانه خریده داده بودم تا در آینده سرسام نشود، اما متاسفانه پسرم به بیماری دچار شد و وفات کرد. حالا مادرش آنجا پرپیسکه است و میخواهد خانه را به نام خودش کند، اما من میخواهم خانه را گیرم. از جهت اسلامی حکمش چی است؟ البته که اگر شما از همسرتان جدا شده باشید و آن خانه را به پسرتان داده باشید و آن خانه الکی کاملا از نام پسرتان شده باشد، در اینجا شما از روی میراث اگر تقسیم کنید اون خانه تقسیم می شود. البته از سه یکش ببخشید قسمی کمش اینجا حتما باید بینیم که پسر چه برادر و خواهر دارد. اگر از روی اسلام اگر حکم کنیم باید بدانیم که پسر شما چند خواهر چند دادر دیگر از مادری پدری دارد. بعد از تقسیمات در آخر شما هم حصه خودتان رو میگیرید یا در اول اگر برادراش باشد. اما شما گفتید که نه، وای خانه رو من به پسرم هدیه نکردم، فقط با نام پسرم بود که بعداً میگیرم. وای ملک پسری من نبود، وای ملک من بود، یعنی خانه از آن من بود، فقط به نام پسرم بود که در آینده سرسام نشود، نمیدونم پرپیسکش رو در آنجا کند تا خانه خریدنش یک مقدار زندگی کند. خانه از آن خودتان 100% است، برای اینکه فقط نامه شما به نام پسرتان برای حجت گذرانیدید. اما گفتید که به نام پسرم کردم و هدیهش دادم. اینجا مسئله میراث می شود که حتما بدونیم که چند نفر هستید و از روی میراث این خانه تقسیم کرده می شود، یا به پولش یا به خودش و دیگر اعضاها رو راضی کرده. برای اینکه یک میراث رو تو کلی میراث خوران رو ندیدید تقسیم کردن جایز نیست و هر یک نفر قسمی الهیده خود را دارد. اما چه خیلی که گفتیم، اگر گفتید نه خانه رو من هدیه نکرده بودم که به نیت و به سخن شما فقط الله شاهد است، و اگر گفتید که فقط برای حجت کردنش و یک مدت در آنجا زندگی کردن تا جای زیست دائمی پیدا کردنش داده بودم، اینجا خانه از آن خودتان 100% است. برای آنکه فقط نامی این برای حجت خیلی زیادی ها فقط برای حجت یک خانه را به نامی یک نفری دیگر میکنند. و سوال دیگر، در روسیه به خانه سازی مشغول هستم، خانه را ساخته همه حجتهایش را آماده کرده می فروشم. نرخ فروش بازاری خانه گاهی 3-4 برابر رسخودم است. آیا پولی به دست می آوردگی هم حلال است؟ بعضی ملاها می گویند که اقلا نیمی از رسخودت را بالایش زم کن، نخود 3-4 برابر نرخ مانی. حالان که من با این اینوبت گرفتن نرخ بازار خانه را می فروشم. در این حالت حتما نرخ بازار است، یعنی تسعیر یک مسئله نرخ گذاری هست. در هر کجا هم که باشد به نرخ بازار نگاه کرده نرخ میمونید. و اینجا اگر شما گفتید که تمام اونهایی که نرخ بازار هست از حد مثلا چی گویم اهل ظلم هستند یا از حد حرامخور هستند، اینجا می شود که از اون کمتر کرد. ما خیلی بالای مردم ظلم کرده ایستادیم. در اینجا البته که یکم فروید و نه اون قدر مونید که برای فروشنده ظلم است. اما گفتید که نه، بالای رسخودهایم من میمانم و یک مقدار پول میمانم که با آن مقدار پول مثلا فایده عرفی عادتی میگیرم، یعنی دیگه مردم های مثل من تاجرهای عادی هم این گونه میگیرن، باکی نیست. اما شما گفتید من خیلی زیاد میمونم، یعنی شما یک خانه را برای مثال گفتیم به $10,000 ساختید و بالای آن $10,000 باز 20,000 دیگر زم کردید. البته که این یک غبن فاحش است، یک فریبگری است و تماما پول مردم رو با این راه گرفتن است که انا همین نمود تجارت ها وقتی که در جامعه زیاد می شوند برکت از بین می رود. اما گفتید من نیم برابری خودش، یعنی بالای رسخوده که همش رو کردم 10,000 است، کاملا رسخودم تمام، بالایش باز 5,000 دیگر میمونم. انا در این وقت این پول هم کمی نیست و برای یک سال رسخودی کاملی من میرسد و
یک چند خانه فروشم، یک چند درآمد میکنم. البته که اینجا به نرخ بازار نگاه نکرد. انسان باید انصاف و عدل داشته باشد تا اینکه حق مردم را نگیرد. و به همین آیتی که الا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، وقتی به همین آیت سوره بقره نگاه میکنیم، الله میگوید ای آنهایی که ایمان آوردید، پول همدیگر را از روی ناعدالتی، ناحقی نخورید، مگر اینکه از روی تجارتی باشد که شما هر دو طرف از اون راضی هستید. و به جای اون که مثلا مسئله رو کاملا به ذهن شما سوال کننده عزیز رسانم، شما تصور کنید که خودتان خریدار باشید و اون تجارتی که الان شما کرده ایستادید یک نفر دیگر کند. همون زمهایی که شما بالای خانه میکنید و به دیگران میفروشید، آیا یک نفر کرد شما لبیگویان قبول میکنید یا میگویید کمی از الله بترس، کمی قفاتر است، برای اینکه خیلی زیاد موندی، این تجارت نیست، این تماما یک نفر رو غارت کردن است. برای همین به این مسئله نگاه کنیم و اگر ما یک چند تاجرهای امین و صالح و راستگو داشته باشیم، کیها الکی جامعه آباد می شود، کیها الکی مردم صاحب خانه و در می شوند. ولیکن متاسفانه نفرانی هستند که بجای اینکه بالای یک ظالم نصیحت کنند، میگویند من هم مثل او حقم رو میگیرم. برای همین زم کردن تا اندازه باشد که خودتان به همون راضی باشید و دانید که یک نفر همین خیلی زم کرد شما به راضیگی میگیرید، اما از حد زیاده باشد که این معامله رو با من اگر کسی کرد هرگز راضی نمیشوم. اینجا در حقیقت حق مردم رو از روی باطل یا ناحق خوردن میباشد. السلام علیکم. ما یک عائله کم بغل می باشیم. همسایه ما به زوری از دست ما نیمی زمین ما را گرفته. احوال او همسایه چی می شده باشد؟ علیکم السلام و رحمت الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره حدیثشان هست که هر کسی که 1 متر باشد، هم گفتیم یک مسافه کمی زمین دیگران را با ظلم گرفته باشد، هم او دیگر با همین کارش داخل قعر جهنم می شود. البته که گناهی کبیره است. حتی 1 متر 1 وجب زمین دیگران را گرفتن کجا رسد به نیم زمین یک نفر را گرفتن که حتما باید در این وقت شکایت کنید به تمام همسایه ها، گوید که مردم بدانید این نفر ما را غصب کرد، غارت کرد، تا که حتی بعضی نفرهایی هستند که از آوازه مردم شرم دارند و نفران زیاد وقتی که به آنها هجوم میکند کمی از کاری کردهشان پشیمان میشوند. اما از روی قانونی اگر نتوانستید که حتما باید از روی قانونی حل شود، ولیکن کجا از قانونهایی که از روی عدل حقی مردم رو میدهد؟ اینجا فقط میتوانید با کمک خویش و تبار و به مردم شکایت کردن حق خود رو طلب کنید. اما البته که گناهی کبیره است. حتی 1 وجب گفتیم زمین دیگران رو از خود کردن. سوالی من خانه ام را میخواهم فروشم. خریدار میگوید با عوض خانه سکسی به من ده، اما او خانه را از بانک گرفته است. او خانه را از بانک گرفته باشد و پرداخت خانه همش به دست او باشد، در اینجا باکی ندارد. یعنی شما وقتی میدانید که پرداخت ها را او خودش میکند و خانه را او دزدیده گرفتگی نیست، با قرض های ربوی گرفته است، اما خانه را الکی کاملا خریده شده است و با این بیزنس هم نمیکند. یعنی یکی رفت و با پرسنت خانه خرید، الان آن خانه را میخواهد بفروشد یا به شما بدهد، در اینجا باکی نیست. اما اگر دانید که این انسان همین نمود تجارت دارد، با بانک های ربوی کار میکند، بهترش این که به این گونه ظالم ها کمک نکنید. لیکن گفتید که یک وقتش خانه را خریده بود و الان اون خانه را با من عوض کردنی هست و عموما من یگون خیلی رابطه با بانک او ندارم، در اینجا انشالله که باکی ندارد، برای اون که بعضی نفرها در عمرشون 1 بار یا 2 بار به این گناه غوطه میخورند و البته که هر کسی که توبه کرد و دیگر ربا را بس کرد، الله توبه پذیر و مهربان است. سوال دیگر، در تاجیکستان اساساً منصبداران خانه‌های با پولی از مال دولت یا پول خریده‌اش را به نام خویشاوندانش میکنند. من از همین خیلی خانه خریدم. اون منصبدار دستگیر شد، این خانه خریده‌اش آشکار شد، دولت کنفیسکت کرد، در میان من بی خانه موندم. حالا نمیدونم دادم را به کی گویم.
من هم نمیدونم راستی گپ دولتان را به کی میگوید، برای آنکه در همین مسئله خرید خانه عزیزان خیلی باید احتیاط کرد و چگونه ای که گفتم قلابان زیاد هستند، نفران زیادی هستند که با راه خانه اکثریت اموال مردم رو غصب و غارت کرده ایستادند و نفرانی هم هستند که خیلی خطرناک هستند. خانه آنها رو میخرید، یکی میآید و دولت مصادره اموال میکند، شما دیگر به هیچ چیز میمانید. در این وقت حتما به هر راه هم که باشد در وقت خرید خانه که خیلی مبلغ زیاد میگذرد باید خیلی احتیاط کرد. سوال دیگر، کردیتی به پرسنت ممکن باشد اپا جان؟ کردیتی به پرسنت همون تقسیط است، همون تقسیط است که این رو کردیت گفته نمیتوانیم. یعنی یک روس باشد، یک تاجیک باشد، میگوید من از اون که خانه‌ام رو فروخته نتوانسته ایستادم و تو خانه‌ام رو میدهم، تو پولش رو حاضر نیو در مدت 5 سال باشد هم ده، یا پس از 1 سال باشد هم ده، باکی ندارد. یا یگان بانک اسلامی میگوید من به تو قرض حسنه میدهم، $20,000 میدهم، خانه رو خر، $20,000 رو پس از 1 سال یا 2 سال میدهی، در عوضش در نزد من حتما باید گرو مانی یا خود زلاب مانی، که البته این باکی ندارد. همین که پرسنت درآمد نامش قرض حسنه باشد، هم کردیت باشد، هم ایپوتک باشد، هم دیگر وای حرام می شود. و همین که در آنجا هیچ پرسنت وجود ندارد، شرط و شروط پرسنت وجود ندارد، فقط قرض حسنه است یا خرید و فروش تقسیطی است. البته که در اینجا این باب همون تجارت تقسیطی و خرید عادی یا بیع حلال می باشد. این بود عزیزان برنامه امروزه ترازوی عمل. امیدوار هستیم که از برنامه ما فایده گرفتید و بعضی از مسئله هایی که شک و شبهه بود در آن برای شما توضیح و یا بیان کردیم. با امید آن که همیشه در پناه پروردگار باشید و در برنامه ها با ما شرکت کنید. انشاءالله شمایان را به الله یگانه می سپارم. در پناه پروردگار یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.